است که هم شاکیان از بیانش شرم دارند و هم متهم. و در کنار همه اینها رسانه‌ای که قصدش شفاف سازی است و بیان حقایق. ماجرا به 5 سال پیش برمیگردد. موضوع پرونده آنطور که گفته شده اعمال غیر اخلاقی است که وظیفه قوه قضاییه را برای رسیدگی به آن خطیرتر می‌کند. ادعای لااقل شاکی به گفته سخنگوی این قوه بعد از بررسی‌های کارشناسی متهم از برخی اتهامات تبرئه شده و حالا از باب اتهاماتی دیگر پرونده‌اش در حال رسیدگی است. شکایت شده بر اساس ضوابطی که بوده انجام شده. پرونده‌ای که پیش از همه یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای آن را رسانه‌ای کرد. بیشتر خطابم به شما بینندگان عزیز است. BBC فارسی هم تلاش کرد از این نمد کلاهی برای خود ببافد. ادله اونها مورد بررسی قرار نگرفته اونطور که اونها میخواند. BBC برای به نتیجه رساندن طراحی خود سراغ کارشناسی رفت که در چارچوب همین موضوع باشد، اما نتیجه کار مطابق میل BBC از آب در نیامد. این ادعای که اینها دارن میتونن اعتراض بکنن، اصلا وکیل بگیرن، از طریق وکلای مبرز اگر ادله و دلایل خاصی دارن ارائه بدن. حتی من در یه جایی خواندم که یکی از به اصطلاح مقامات همین به اصطلاح مملکتی ما توصیه کرده بودن که اگر این شخص مرتکب جرمی شده است بدون ملاحظه رسیدگی بشه که حیثیت و افراد مثل حیثیت سایر افرادی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن خدشه‌دار نشه قبل از اینکه چیزی ثابت بشود و اون مسئله را بزرگ بکنن و باعث بشن که خانواده هایی به حال حق حیثیت بشه. این مخالف حقوق است، مخالف اخلاق است. خط رسانه‌ای BBC و VOA خیلی زود به شبکه‌های مجازی سپرده شد. البته حجوی سخیف که میان کاربران دست به دست شد بیان که بسیاری از آنها متوجه باشند که این بار ساحت قرآن موضوع خنده‌هایشان شده. پرونده رو بی جهت هرچند هدف پرداخت شبکه‌های بیگانه به این پرونده و برجسته سازی آن قبح زدایی از مرزهای اعتقادی مردم بود، اما پای بردن آبروی طرفین پرونده و خانواده‌هایشان هم در میان آورده شد. آبرویی که اخلاق اسلامی حرمتش را در حد ریخته شدن خون انسانی انگاشته. بردن آبرو در روزگاری که عقل همه به چشمان مجازیشان شده. به هر حال برای روشن شدن جرم ارتکابی و استیفای حقوق اشخاص نگاه همه متوجه قوه قضاییه است. نهادی که بر جایگاه قضاوت نشسته و انتظاری از آن جز اجرای عدالت نیست. اگر چنانچه بررسی میشه و اگر جرمی واقع شده باشه مثل بقیه مردم قطعا باش برخورد میشه و نشده باشه طرف تبرئه میشه. ما با چه اجازه شرعی و اخلاقی بیایم اینجور حیثیت و آبروی افراد رو اینجور ببریم و یک حیثیتی از افراد باقی نگذاریم تو جامعه؟